موضوع دیگه اضطراب جدایی است. امی جرام گوش کنه، ایره پدر مادرای عزیز متوجه باشه. اگر کودک بین 6 تا 18 ماهگی از مادر خود دور بانه، مخصوصا برای 24 ساعت اگر مادر نباشه، کودک دور باشه از مادر، کودک بیچاره فکر میکنه مادر مرده، چون هنوز تصویر ذهنی دیسه نداره. کودک نبود مادر در پالی خود به معنای مرگ مادر خود میبینه. بنان یک استراب پیش ما به وجود میاد، به نام سپریشن انگزایتی یاد میشه. هرچند مادر دوباره بعد از 24 ساعت پس میاد، ولی باز هم او استراب پیش ما متاسفانه باقی میمونه. کسایی که استراب دارن باز از جدایی همیشه ترس دارن، حتی در یک رابطه غلط زجر کشیده میرن، ولی جدا شدن برشان سخت است. همین که میمون خداحافظی میکنه میره میگه من آرام میشم، چرا استراب جدایی داره. خودش اگه خداحافظی کنه جای بخواه بره، در خانه دیگه رفتن نمیتونه، وحشت زده میشه، تنها جایی رفتن نمیتونه، یک استراب پیدا میکنه. بنان لطفا کودکایتان دور نمانین، پیش کودکتان باشین. استراب دیگه که پیدا میکنیم استراب بیگانه ها.